همستر لیست شد. قیمت همستر چقدره، از کجا بفروشیم و چطوری بفروشیم؟ سلام و درود رفقا، چطورین؟ خوش اومدین به این ویدیو. امیدوارم حالتون خوب باشه. اینجا ماسکوین و دنیای ارز دیجیتاله که اخبارهای مهمی از ایردراپ ها و ارز دیجیتال ها براتون ارائه میدیم. اگه از اینجور ویدیوها خوشتون میاد کانال منو دنبال کنید، زنگوله بغلش هم بزنید، این ویدیو رو هم لایک کنید تا به ما یه انرژی داده باشین. بدون معطلی بریم سراغ این ویدیو. آقا قبل اینکه بریم سراغ آموزش میخوام چند تا مطلب بهتون ارائه بدم تا به مشکل بر نخورید. ببینید، نات کوین که قبل از اینکه لیست بشه اومد یه پیش فروش باز کرد. خب این پیش فروش چطوری بود؟ شما تو یه سایتی می اومدید اونجا نات کوینات رو به فروش میذاشتید یا اگه دوست داشتید میخریدید. قیمتش هم کاملا اختیاری برای کاربران بود، یعنی کاربران کاملا اختیاری میتونستن قیمت بدن و حالا هر کی دوست داشت بخره یا بفروشه، حالا هر چی. همستر هم که پسر نات کوین رو میشه گفت که باید اینجوری باشه که پیش فروشش هم باز شده. شما توی سایتی که گفته مثل نات کوین میتونید حالا خرید و فروشتون رو انجام بدید، ولی یه محدودیت هایی هست برای ما ایرانیا مثل همیشه، که این سایتی که به ما داده توش خرید و فروش کنیم میگه باید به صورت مستقیم از حساب بانکیتون به کیف پول همون سایت دلار پرداخت کنید تا بتونید به فروش بذارید. تا موقع فروش اون دلار رو هم نمیتونید برداشت کنید. ولی ما ایرانی ها که کیف پولمون دلار نیست یا هیچ پول دیگه نیست، ریاله، و این ریال کلا هیچ جا پشتیبانی نمیشه متاسفانه. باید چیکار کنیم؟ من خودم ناامید شده بودم از این پروژه چون اینا رو شنیدم، ولی بعداً دیدم که پیش فروشش توی صرافی‌های ایرانی هم لیست شده، یعنی پیش فروشش فعال شده، باز شده که میتونی با خیال راحت اونجا پیش فروش رو شروع کنی. خب پیش فروش چیه؟ گفتم که پیش فروش یه چیزی که این توکن قبل اینکه لیست بشه میاد حالا به صورت اختیاری یه محدودیتی میذاره. مثلا نات کوین اومد مثلا حد اگر و حد اکثر گذاشت که تا حد اکثر این قیمت میتونید بذارید، ولی بین این حد اگر و حد اکثر اختیاری بوده قیمت. یعنی مثلا میگم مثلا از 10,000 تا 100,000 میتونستید هر قیمتی که بین این 10,000 و 100,000 بود قیمت بدید. خب پیش فروش همینه. یا مثلا اگه دوست داشتید بخرید بعدن که لیست شد بفروشید و اینا. خلاصه که خرید و فروش بین کاربران، قیمتش هم اختیاریه و کاربران میتونن تعیینش کنن. خب گفتیم همستر که توی صرافی‌های ایرانی پیش فروشش شروع شده، ولی من میگم که الان نفروشید، به هیچ عنوان نفروشید، یعنی تا حد امکان که میتونید نفروشید، چون اینم مثل نات کوین میدونم، اینم مثل نات کوین قیمتش خیلی میده بالا. ببینید توی پیش فروش خیلی قیمت میاد پایین، خیلی، یعنی مثلا بعد اینکه پیش فروش تموم بشه و لیست بشه قیمتش مثلا 2-3 برابر میشه، شاید 5-6 برابر، حالا بعد 1-2 ماه شاید بیشتر هم بشه. توی پیش فروش معمولا فقط میخرن یا خرید و فروش انجام میدن، اونجا سود میبرن، ولی دیگه مستقیم نمیفروشن و بیخیالش بشن. ولی حالا به دلایلی، شاید پول نیازتون باشه، شاید حالا کلا دیگه حالا به دلایلی میخواید بفروشید، اومدم آموزششو بدم، هم خریدش هم فروشش. ولی گفتم به نظر من نفروشید. ببینید برای فروشش من صرافی تبدیل رو براتون پیشنهاد که نمیتونم پیشنهاد نمیکنم، ولی حالا دیگه تنها صرافی ایرانی که معتبر و اینو لیست کرده اینه، حالا بهترینش توی ایران اینه. البته هیچ کدوم از صرافی های ایرانی خوب نیست، ولی حالا چاره ای نیست. حتی بچه صرافی کوکوین هم اومده
لیست کرده ولی همونم میگه باید کیف پولتو دلار شارژ کنی و اونم به صورت مستقیم، نه از مثلا ولت های دیگه انتقال بدی، باید مستقیم باشه که ما ایرانی‌ها باز نمیتونیم. ببینید شما میایید وارد گوگل پلی میزنید که صرافی تبدیل، بعد آخرش هم میزنید همستر، صرافی تبدیل همستر. خب شما میاد روی فروش همستر کامبت، اینجا نوشته شروع پیش فروش همستر کامبت، رو اون گزینه کلیک میکنید، بعد صفحه پیش فروش و پیش خرید همستر کامبت توی صرافی تبدیل براتون بالا میاد. حالا نت برای من پرید از شانسم. خب ببینید نوشته همستر کامبت وضعیتش فعاله، فعالیتش از 403/3/28 شروع شده، یعنی حدود 1 الی 2 هفته پیش فروش داره، 1-2 هفته از پیش فروشش، زیاد نیست، مثلا 1-2 ماه نیست. و حالا احتمالاً 10 تیر یا 12 تیر، خلاصه این دوره ها 10-12 تیر و اینا لیست میشه چیز همستر. و حالا میتونید توی این 2 هفته اینو پیش فروش بکنید. درصد کارمزد 2.5%. خب اگه اینجا میخواید بخرید، یعنی اینجا فروشی ها رو گذاشتن، یعنی هر کی مثلا میخواد اینجا هر کی میخواد همسترش رو بفروشه اینجا لیست میکنه و شما میتونید ببینید. مثلا دیروز قیمت ها مثلا 7-8 تومن بود، الان تا 30 تومن هم رفته. خب اینجا تعداد مثلا اینجا نوشته 45 همستر. 45 همستر. ببینید همستر گفته بود هم 3 0 از پروفیت کم میکنه، هم 5 0 از خود سکه ها. پروفیت که توی پیش فروش حالا به فروش نمیره، ولی سکه ها که به فروش میره 5 0 کم میشه، یعنی هر 1 میلیون میشه 10 نات کوین. اینجا الان طرف مثلا 45 تا نات کوین داره، حدود 4 میلیون خورده ای. خب نات کوینش قیمت گذاشته هر یه دونه نات کوین 20 تومن، یعنی هر 10 تا نات کوین نمیدونم چقدر میشه، ریاضیم ضعیفه، ولی خلاصه 45 تا نات کوین میشه 900,000 تومن. خب حالا حدود 180 تا 200 ایناست هر 1 میلیون نات کوین همستر. ببخشید حالا توی پیش فروش 200 تومنه ها. ببین حالا بعدن لیست بشه چی میشه. حالا مثلا باز گفتم قبلا مثلا 7-8 تومن بود همین 3-4 روز پیش که چک کردم، الان تو 50 تومن هم رفته و این میتونه یه خبر خیلی خوب باشه. خب این وکی میاید میخوام بفروشم، مثلا طرف اومده گذاشته که اینجا مثلا گذاشته که نات کوین میخرم مقدارش مثلا تا 50 تا نات کوین میخرم، 50 تا نات کوین همون 5 میلیونه، که مثلا میگه هر 1 میلیون نات کوین هم نمیدونم 8 تومن رو ضربه، هر 1 میلیون نات کوین رو 80 تومن میخرم. 8 تومن نوشته همون میشه 80 تومن. خب شما اینجا فروش رو بزنید، میدید برای فروش که لازم نیست من برم، راحت تره. خب اینجا این بالا نوشته سفارش جدید. خب شما رو اون کلیک میکنید، اینجا روی قسمت میخواهم بفروشم، که اگه میخواید مثلا نات کوین بخرید باید روی این قسمت میخوام بفروشم باشید، ولی اگه میخواید نات کوین خودتون بفروشید قسمتی میخوام بخرم. خب من قیمت رو وارد میکنید. قیمت ببینید حد اکثر گذاشته، یعنی حد اکثرش 100,000 تومانه. خب تا 100,000 تومان میتونید قیمت بدید، که مثلا من میزنم حالا 30 تومن، یا مثلا ببخشید خود 20 تومن خوبه، مثلا همستراتو مثلا من خودم
50 میلیون دارم چقدر میشه؟ خیلی زیاد میشه. فکر کنم هر 50 تا میشه 5 میلیون. هم 500 تا همستر دارم ولی 500 تا رو نمیشه 50 تا رو 50 میلیون رو نمیشه فروخت. گفتم حتی اکثر گذاشته. حتی حالا مثلا من 50 تا میذارم، 50 تا همستر میشه حدود همون 5 میلیون که مثلا 5 میلیون همستر من الان 1 میلیون قیمت گذاشتم رو 5 میلیون همستر. اینجا گزینه سبز خرید رو بزنم، اینجا میاد توی این قسمتی میخوام بخرم لیست میشه. یعنی اون مثل دیواره شیپ رو ایناست دیگه، شما میای اینجا میذاری، هر کی میخواد بخره اینجا میخره. خب اگه میخواید بخرید اینجا گزینه میخوام بفروشم، قیمت و مقدار رو وارد میکنید و میدید برای فروش. حالا یکی میاد میخره، هر کی دوست داره هر کی دوست نداره. ولی باز گفتم نفروشید. یعنی حالا توی پیش فروش توی 3 روز قیمت ها رفته به خدا روی 10 برابر رفته. خب یعنی ببینید طرف تا 50 تومن، ببین تا 100 تومن هم بردن، قیمت ها پایین ترینش هم 20 تومنه. ولی وقتی طرف میخواد بخره خیلی ارزون تر میخره، مثلا میاد 8 تومن 4 تومن این مقدار میخره، مثلا 3 تومن، بعد میاد 10-12 تومن قیمت میذاره. خب آقا ببینید الان پیش فروش همستر شروع شده، گفتیم الان نفروشید. قیمتش هم مشخصه توی پیش فروش که مثلا حالا هر 1 میلیون حدود 150 تومنه بخوایم معمولی قیمت بدیم. و اینکه گفتم به نظر من نفروشید، بذارید لیست بشه. الان توی روسیه لیست شده، توی روسیه سریعتر از ایران لیست میشه. خب اومدن توی اونجا لیست شده، همه دارن میفروشن، قیمت خیلی بالایی هم اونجا گرفته. برای همین میگم بذارید لیست بشه. خب حالا احتمالا یه تحریمایی هم جلوتر باشه که بهتون میگم، توی همستر قراره خیلی اذیت بشیم ولی باز ایرانی راه پیدا میکنه. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودیم. اگه سوالی چیزی داشتی توی کامنت ها بهم بگو، جوابتون رو سریع میدم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. این ویدیو هم لایک کنید تا به من انرژی بدید که ویدیوهای بعدی را بسازم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.